متولد آبانه، جذابترین مغرور دنیا. مثل یه معمای پیچیده است که وقتی میخوای حلش کنی خودت درگیرش میشی. نیمه ناشناخته وجودش میتونه هر کسی رو جذب خودش کنه. اونقدر خوشخنده و شیرینه که دوست داری لحظه هایی که کنارش هستی رو 100 بار زندگی کنی. تنهایی آبانی مثل پاییز با شکوهه. شاید دلیلش دردایی که واسه خودش نگه میداره. آبان ماهی که باشی هیچ وقت تسلیم نمیشی. رویاهاتو رج به رج میبافی و براش میجنگی. ممکنه 100 بار ببازی، اما تهش خودت دنیاتو میسازی. آبان ماهی جان، تولدت مبارک.